هیچ چیزی خداوند اذن نداده برای بندش به چیزی بهتر است دو رکعت نماز. دو رکعت نمازی که بنده میخواند این بهترین هدیه ای است که داره به خدا میداد، بهترین هدیه است. لذا وقتی که از امام سوال میکنن که آقا ما نافله ظهر عصر رو میتونیم قبل از دخول وقتش هم بخونیم یا نه، نافله ظهر عصر رو، حضرت میگه بله. بعد میگه چون این هدیه‌تون من عبدالله، این هدیه بنده است به سوی خدا، شما میتونید نافله ظهر نافله عصر رو قبل از ظهر بخونی به عنوان بدلیت. میگه هدیه، چه اشکال داره؟ نافله شبت اگر نتوانستی خواب میبونی اول شب میتونی بخونی، یا خواب موندی بلند شدی نماز صبح بخون، نماز شب قضا کن. امام صادق فرمود قضای نماز شب از اسرار ما اهل البیت. ببینید بعد حضرت میفرماید ما اذن الله لعبد فی شیء افضل من رکعتین یصلی ما. این بهترین نعمت خدا به تو اذن داده، گفته هر زمانی که دوست داری یه دو رکعت نماز قربت این الله. این نماز میگن تطوع. نافله ظهر است، نافله یومی، اونایی که ببینید سند داره، ورود داره، مثل نافله های روزا شبها که وارد شدن، اونا میگن مستحبات. اما نمازهایی که الان میخوام برم منبر دو رکعت نماز بخونم، جناب علی وارد حسینیه شدی دو رکعت نماز بخونی بعد بشینی، این میگن تطوع. چرا؟ وارد مسجد شدی مستحب دو رکعت نماز اونجا بخونی تحیت. ابوذر با پیغمبر وارد مسجد شدن، پیغمبر فرمود ابوذر دو رکعت نماز بخون، دو رکعت نماز با هم بعد بشین. گفت چه نمازی؟ فرمود تحیت مسجد، تحیت. این نماز اون نمیشه مستحب. اما اگر نماز تحیت رو خوندی بعد بلند شدی دو رکعت دیگه نماز خوندی قربت الله، میشه تطوع. فرق است بین تطوع و بین مستحب.